سلام دوستان عزیز، امیدوارم که همه‌تان جور و صحتمند و سر حال بشید. خواستم امروز درباره یک موضوع مهم یا یک تجربه 6 ماه ما از امریکا چی بوده و چی قسم است و چطور بود 6 ماه چه رقم گذشت برای شما معرفی کنم. خواستم در اول خود معرفی کنم. اگه اولین دفعه است که ویدیو رو میبینید، اسمم محمد تقی است. از طریق برنامه مهاجرت 7 سال در اندونزی بودیم و بعد از او آمدیم در امریکا. بعد از 7 سال در امریکا آمدیم، مدت 7 الی 8 ماه شده که در امریکا هستیم. تجربه 6 ماهه خود به شما شریک می‌کنم و چه قسم بود و چه قسم گذشت در این 6 ماه. خب اول هر کسی که از او کشورها یا از افغانستان یا مثلا از کشورهای دیگه که از امریکا تصورات خیلی خیلی بالایی از در کشورهای دیگه همچون از در کشور تصورات خیلی بالایی داره و البته بعضی تصورات چه واقعا از تصورات بالاست و بعضیش هم البته خودشم. در مرحله اول وقتی که ما از اندونزی آمدیم در میدان هوایی لس آنجلس تا شدیم، چون یک میدان هواییش البته جایی که ما شدیم خود قشنگ نبود. مادرم از اینا گفت چطور یک جای خوبی نیست، چطور قربون اندونزیا شد. چون اندونزیا کشوری خیلی سرسبز قشنگی است، جای سرسبز است، کشوری خوبی است و امکانات چشم خیلی خوب است، بد نیست. البته برای یک مهاجر آدم زندگی واقعا سخت است، چون اجازه کار نداره، زندگیش خیلی سخت است، درآمدی نداره، واقعا سخت است. و مو از جای مثلا از افغانستان اینجا نماده بودیم و کسانی از افغانستان هم که میاد یک تصورات دیگه داره، برو ما در امریکا برو چطور است و چی کار است و چه رقم است و اینا. اما زمانی که میاد اینجا از تصورات خارج است، بعضیش واقعا از تصورات بالا است و بعضی دیگه شی او چیزی که تصور نیده خیالشم میاد. اما طوری گفتم واقعا اینجا ما آمدیم تصور نمیکنم که مثلا ما این 7 سال 6 سال 7 سال در اندونزیا بودیم میتر پودری و یا مثلا کارتون خواب و یا میتر خلال ندیده بودم. اما زمانی که اینجا آمدیم واقعا خیلی زیاد بود. یک از دوستای من خیلی انتظار داشت که هر روزم میگفت که باش امریکا بیم، چطور شد رفیقای ما دیگه ما چطور ندونستم بیم، از ما چه رقم شد کارم. نزدو البته باز یک روز زنگ دادم گفتم زیاد عجله نکن، خیر است، هر وقت به خیر بیایی بس موشه. خب من اینجا البته یک چند نکته را یادداشت گرفتم که قدر شما دمیان بگذارم، چون نشه که بحث‌های از ما شما پراگنده شوه. یه از تصورات مو بوده که چه رقم واقعا تصورات داشتی از قبل از آمدن و قبل از آمدن دیگه تصورات داشتیم و بعد از آمدن این قسم شد. و درباره دوم فرهنگ است، چه رقم واقعا فرهنگ مردم اینجا امریکا چه رقم است و تجربه ما چه رقم بوده از مردم، انتظارات من چه رقم بوده. واقعا ما در افغانستان زندگی کردیم. افغانستان هم خود خامخا کشور ما 40 سال 50 سال جنگ تجربه کرده، یکم ذره از نگاه فرهنگی از دور نریم از واقعیت ها یکم ذره پستر هستیم. اما انشالله کوشش کنیم که باید روز در روز بهتر کنیم. و در اندونزی که بودیم مردم اندونزی هم مردم بعدی نبود، مردم بسیار خنثی، بسیار مردم مهربان بود، لبخند داشت. البته بعضی جای ها نقصای هم داشت. مثلا اگر تو با یک اندونزی یکم مریجه رو بحث میکردی 20 نفر اندونزی دیگه با تو دعوا میکرد. اما البته خوشبختانه این فرهنگ در امریکا نیست. با هر کسی که تو یک مشکل داشتی همون نفر با تو درگیر است، همون نفر با تو از در مقابل، نه همه مردم. اما در اندونزیا این نبود. اگر تو مثلا با یک نفر یک دو گپ گفتگوی میکردی یا یک دو گپ میزدی، مثلا یکان گپ هایی که میشد، اما چند اندونزی 10 15 اندونزی دیگه میمون
طور محکوم میکنه چون توی خارجی بودی، توی یک بیرونی بودی دزو. این یک از دیگه فرهنگایش واقعا اینجا چند فرهنگ دیگه داره که ما شما در افغانستان نداریم. البته اینجا هر یک فرهنگ بسیار عالی داره که بسیار تشکری و خواهش هسته. هر چیزی که مثلا اگه از تو بگیره به یک نحوی از تو خواهش مونه. اما ما شما در افغانستان یک کماری این فرهنگ نداریم و بعد از او تشکری مونه. واقعا بسیار نکته مهم است که ما شما از نگاه تشکری نداریم. مثلا یک نفر ما در اندونزیا هم همچه فرهنگی بود، مثلا بود تشکری زیاد بود. مثلا تو اگه ما رفت در یک دکان یک سودا میگرفتی بعد از یک تشکری میکنیم. اما در افغانستان این فرهنگ ما شما مفت نخریدیم، پیسه دادیم. اگه تو بری در یک دکان یک چیز بخری تشکری نیه. از اون یک گپ ما شما بالاتر است که برو مفت نخریدیم، مفت نگرفتیم، پیسه دادیم. اما در اینجا تو نیه. مثلا یک چیز است یک لبخند میزنه بعد یک چیز بگیره بعد از یک تشکری خورم مونه. این بسیار نکته مثبت بود واقعا برای من، چی در اندونزیا و چی در و مردمایش واقعا پابند به قانون است. هر چی باشه پابند به قانون است. هر مثلا اگر ما شما باشد در یک جای بریم در یک لاینی باشیم همه عجله داره که ما پیشم، اما اینجا نه ممکن. حتی در یک صف دکانی که مثلا یک دکان یک جای بیرو بار است بخوای واشه و همگی در یک صف است. چی کسی که دیر بیاد مدیر است در آخر این سفر است، کسی صف است و کسی که وقت تر بیاد در اولین لاین صف است. این فرهنگ واقعا بسیار عالی است که ما شون باید همگی ما کوشش کنیم و این در جامعه خود جا بندازیم. خب این از تفاوت های فرهنگی بود که ما شما دیدیم و همچون تجربه ما از تجربه روزمره ما از مثلا غذای مردم نوع برخورد چه که با شما در حساب فرهنگ گفتم و غذایش بگم. غذایش اینجا کم داره مردم شی راحت طلب است. مردم زیادتر از غذاهای فست فود یا همین غذاهایی که زیادتر زود آماده میشه از جای استفاده میکنن. البته در شان خود ما یا در نظر خود ما، اما دزی کارش واقعا نمیخوایم، چیز نیم، موافق نیم. چون غذاهای فست فود همیشه واقعا مضر است و دوم بسیار غذاهایش همیشه شکر داره، همیشه شیرینیش زیاد است چون واقعا بسیار بد است و من نمیخوایم. دزی بارش موافق نیم و همچون هم نظر نیم. البته این نظر خود میه، شاید بعضی کسا نظر متفاوت داشته باشد، شاید دلیلای خود داشته باشد، اما این نظر خود میه که این تجربه خود میه. نه ما کدام تحقیق کدام نه دیگه نه ریسرچ کدام که بعضی کسا از این چیز نشد. یک تنها نظری خود میه. شاید ما درست بشه شاید غلط بشه، فقط این نظری خود میه. چالش ها و دستاورد های چالش هایشی برای یک مهاجر، چالش هایش که واقعا یک کسی که میده یک فرهنگ در یک جامعه در یک جای جا مفته واقعا سخت است. تا در جامعه جا مفته این خیلی سخت است. واقعا زبان، فرهنگ مردم، گشت و گذار مردم واقعا سخت است. همه چیز چالشی عمدهش کس زبان است. کسی دوستانی که می از بیرونی می کوشش کنه، مثلا هر مهاجری که در امریکا است، در ترکیه است، در اندونزی، مالزی، پاکستان، افغانستان، هر جایی که است قصدی مهاجرت داره باید کوشش کنه زبان خود بهتر کنه و زبان بخونه، چون 90% مشکلات حل میشه. اینجا هست دوستان من میشناسم که واقعا مهارت های بسیار خوبی بلد است. دوستایی دارم که انجینر دوان است، خیلی شغل خوبی پردرآمد است. کسایی هست دوستایی هست که مکانیک است، شغل پردرآمد است، اما زبان بلد نیست، خیلی در مشکل برمیخوره. اگه هم چه شخصی زبان بلد بشد واقعا خوب پیسه در میره و خیلی کسبی خیلی خوبی است. یه از چالش هایشی بود و چالش های دیگه ایش هست که ما شما در افغانستان مثلا
نامه و پستی تخیلا نداریم، داریم کم است البته، اما در اینجا هر تمامی کاربارای تو با پست و با ایمیلی تخیل است. یک چالش عمده برای یک مهاجر است، برای کسی شخصی که میده داخل یک جامعه جدید سخت است و بخصوص کسایی که زبان بلد نیه واقعا بسیار مشکل برمیخوره. همزو در پیشتر هم تاکید کردم باید زبان رو کوشش کنیم. و دیگه درباره لحظاتی هست واقعا ما کوشش کنیم. ارتباطات اینجا بسیار مهم است. ما و شما بعضی کسایی مثل کم داره سرپالایی داریم، مغروریت داریم، یا رو کنار بگذاریم، از گوشه کنیم. دنیای ارتباطات است، بتونیم به هر شخصی چه رقم ارتباطات برقرار کنیم. اینجا اگر یک کار میگیری میتونی به واسطه ارتباطات خود بگیری. اگر تو میخوای یک پیشرفت کنی به ارتباطات خود میتونی. اگر میخوای یک بزنس کنی میتونی با واسطه ارتباطات خود میتونی. اینمی همیشه در ارتباطات چیز است، ارتباط داره و ما باید زیر است و خیلی کوشش کنیم. این بود از تجربه 6 ماهه از من. اگر شما کدام نظریه داشتین در هر باره ای که خواستین معلومات بگیرین، نظر خود کامنت بگید و البته بگم چینل سابسکرایب کید، با دوستان خود شریک کید و مرا حمایت کید تا بتونیم ویدیوهای بیشتر در زی باره جور کنم، تا بتونم یک ذره هم که کمک شد به یک مهاجر جدید، به یک شخصی جدید، به یک هموطن جدید ما واقعا بسیار زیاد است. شب و روزتان خوش، ایام با کامیتان. سلام علیکم.